سلام، هلما هستم، تاروت ریدر شما. عزیزای دلم، اگه طرفتون همین الان جلوتون نشسته بود چه حرفایی رو بهتون میزد؟ کافیه که بنویسید که من در مدار آگاهی قرار گرفتم. ای جانم، همونطور که میبینید توی کارت هایی که براتون افتاده، این شخص واقعا احساسش واقعی هست و واقعا حرف هایی که میزنه، صحبت هایی که میکنه، عمیقا حس دوست داشتن و عشق بسیار زیادی رو دارم میبینم. شما در حال تجربه کردن یک عشق واقعی هستید که مدتها با تلاش تونسته با این احساسش کنار بیاد و این احساس رو بیان بکنه و واقعا دوستتون داره. این آدم بی‌نظیرترین آدمیه که میتونه تو موارد احساسی در کنار شما باشه.